السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. از همه شما منت دارم از زمین تا آسمان دوستان عزیز که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید، کامنتاری های خوب می نویسید. همین شما که هستید کانال های ما پیش رفته ایستاده است. چونانه که هر یک شما میدانید کمتر پیش یک ماه پیش گویم مانیتیزاسی کانالی من را محکم کرده بودند. شکرانه خدا با دستگیری شما دوستان عزیز باز مانیتیزاسی من را گریان کردند. خیلی خرسند شدم. این همش با دستگیری شما است دوستان عزیز. از همتان منت دارم. امروز یک نمود سالاد تیار میکنیم. سر اول چونانه که دیده ایستادید من جواری مکه را گرفتم، نخود سبز، کارتشکا را زیر بانیدم، سبزی را آب جوشان کردم، تخم، لبلبو و همش را حاضر ریزه میکنم. یک سلاتی با مزه تیار میکنم. با ما باشید. امیدوارم به شما سلاتی ما معقول می. این یک ماهی که کانال من را مانیتیزاسیش را محکم کرده بودند. راستی گپ نمیدونم چه خیل گذشت، نمیفارید که ویدیو کنم. نمیدونم در این یک ماه من 10 تا یا 12 تا ویدیو کردم، بسیار نکردم. خیلی روح افتاده شدم. گویم هم خطا نمی کنیم. این را بلاگران، همه بلاگران میدانند که چه خیل مهنتی بسیار در کار، پادپیسچیک جمع کردن در کار، ساعت جمع کردن در کار، خیلی مهنتی زیاد میکنید. اگر که این خیلی شود خیلی زیق میشوید. من به آن بلاگرانی نگفتنی هستم که ویدیوهای خودتان را کنید، تماما موزیک نپرتایید، موزیکای بیگانه را نپرتایید. وقتی در مانیتیزاسی ضعیف‌کاری کردن شما میبینند قبول نمیکنند، زیق میشوید، روح افتاده میشوید. برای همین تا مانیتیزاسی کانالتان را گریان کردن حرکت کنید که موزیک نمانید. اگر که موزیک در کار باشد از همین تواچسکی استودیو یوتیوب میدارید، فنیتیکا است. از همون فنیتیکا موزیک های به افترسکی پراف بسیار است. گیرید از همونجا، یگان به خودتان معقولش را گیرید، از همونجا مونید. امون تворческий استودیانگی را افترسکی پراف نمیگیرد افترسکی پراف. بسیاری موزیکه های من از همونجا می باشد. برای چی کانالی من را محکم کردن؟ من ویدیو یک دو آدم بیگانه را پرتافته بودم. راستی گپ از همون سبب محکم کردن. بعد از محکم کردن باور کنید دخترا من زیاده از 40 ویدیو را اودلیت کردم. خیلی زیق شدم. باز روزی بازار، شبی بازار بود، یک بار دیگه ضعیف‌کاری کردم، دویم بار پفتارنی. بعد قریب طول 5 روز شد که اتوید نآمده بود. خیلی زیق بودم. همیشه ساعتی 1:20 اتوید آمده است. من سحری دیدم، سحری خستم، خیلی خرسند شدم و خواستم به شما هم این خرسندی را گویم. یک ویدیو کردم. چونانه که دیده ایستادید من همش را یک خیل درازه ریزه کردم، کمتر نمک پاشیدم و ماینیز کرده حاضر ارالش کرده ایستادم. دوستانی عزیز خیلی سلاتی با مزه آمد، خیلی
با مزه می شود. شما هم می توانید تیار کنید. امیدوارم که سالتی ما به شما معقول شد. فکر و عقیده های خودتان را در کامنتاری نویسید، حتما من میخوانم. به شما یک بار دیگر روزی خوش را خواهان هستم. با ما باشید، ما را همراهی کنید.